متاسفانه در دوام این همه سالهایی که ما ایدی زبان میگیم، ما نسل آریایی میگیم، ما نسل بیدل و خیام و زباندان و رودکی و شعر و حافظ میگیم، متاسفانه در دوام بداشتن این همه بزرگ ها و این همه تاریخ ما زبان فارسی در این خودمانه حفظ کرده نتونستیم. مثال رئیس خدمات علاقه آقای بیگ صبور، آواز ایره بگیر، ایره کلم رفت که برو بخیر بچم. آواز وزیر رئیس خدمات علاقه بیگ صبور، سطح زباندانی خود پرزیدنت کشور امام علی رحمانوف، سطح زباندانی. ببینین من جای رحمانوف میرم، من در یک جلسه نشستگی هستم در پیش وزیر و کبیر و رئیس، در پیش نمیدونم یک نشستی مطبوعاتی، نمیدونم در کدام مهمانی کدام مردم در یک ولایت رفتم، من پرزیدنت کشور دعوای زبان تاجیکی دارم، بسم الله شروع میکنم. وای مردم، ما بارها وای کرده بودیم که در عصر 21 همه کار وای کرده می شود، فقط صادقانه وای کردن در کار، فقط صادقانه. شکرانه شلح و شبات، شکرانه امنیت، شکرانه هستی ملت که نه مردم، شکرانه کنه که هستین، اگر نمی بوده چی؟ اون مشکلات های گلوبالی که در دنیا وای کرده ایستاده است همه ما و شما با چشم میبینیم. سال رشد اقتصاد، پیشنهاد کردن با سازمان ملل متحد سال آب برای حیات را ما برها وای کرده بودیم. ای بنده خدا، کجای این زبان است، کجای این فرهنگ است، کجای این گفتار است، کجای این دری است و فارسی است، کجاش؟ یک رهبر کشوری که دو تا جمله را با هم هنگامی پیوست کردنش نمیدونه چی بگه، عباره وای اسون بشپیل آورده، مثالش آورده، پیشنهاد کرده، چگونه شما ایدی زبان دعوا میکنید؟ اصلا جشن گرفتن ایدی زبان در کشوری ما که اصلا زبان نداره، من فکر میکنم این حالا ساعت نرسیده است که ما باید پاوزا بکنیم. ما باید از با زبان گرفتن روزی زبان باید استاپ بکنیم، بگیم آقا من معذرت میخوام، ببخشه ما ارزش نداریم حالا که ترا جشن بگیریم، با خاطر ما ارزش های فرهنگی مون از دست دادیم، با خاطر که این یک گروه اهلی به زبان اومدن دعوای فرهنگ و زبان کردن، ما را از زبان ما را از بین بردن. حتی تا سال 94 95 حتی من یاد دارم زمان صنف 2 و 3 و 4 بودم، یک کمی خط فارسی برامون درس میدادن، بابا بادام آور، بابا قور بالا گفته یک چیزایی بود. اما امروز حتی همون یکی تاریخ ما است، زیبا برای ما نویسته شده از ده ها هزارها تا اشعار حافظا و نویسنده ها و بزرگای دین و دنیای ما با خط فارسی نویسند. ما میلیون ها تا معلومات های داریم که با خط فارسی از، متاسفانه ما و شما میسر نمیشه را پیدا بکنیم بخونیم. برای چی؟ به خاطر از مکتب و مدرسه ما ایره گرفتن. یک کسی که دوای فرهنگ و زبان داره، حتی مستقیما بر روز زاد روزش برده رسانیدن، حتی او کوشش کردن که انمو خط فارسی ما را از بین ببرن. ببینید هزارها معلومات، هزارها تاریخ، هزارها شعر و داستان و قصه و ربایی و نمیدونم دیگر چیزهایی که در تاریخ ما هست متاسفانه با زبان فارسی با خط فارسی نوشته شده است. ولی اینها در برابری که این زبان بیارن در وطن ما تبلیغ بکنن، درس بتن، لازم شود رکلامه ها باشه برای آموختن زبان فارسی، لازم شود پرمیا داده شود، در برابری که نمیدونم فروغ صبحی دانایی کتاب از گفته دعوا میکنین، در برابری او زیباترین خط فارسی است. شما یک برنامه پیشنهاد بکنی، داشتن ندانیگر زبان دولتی خود پشیمانی ندارد عاقبت شد. دانستن زبان خود این برگشتن به تاریخ اصلی خودت است. با این عباره ها، با این برنامه های تلویزیونی و رادیویی، مجله، روزنامه، در کوچه ها تبلیغ زبان باید باشه. حکومتی که اگر امروز دعوا میکرد که اونو دکمنت فرهنگی است و کاری برای زبان کرده است، اگر رحمانوف بعد از روزی زبان ایواز کردن لااقل خط فارسی را دوباره، خط نیاگانی ما را دوباره برای مردم ما برمیگردان که فرزندای ما و شما از اشعار بیدل و حافظ سینا و از رودکی و خیام دوباره میرفتن تعلیم میگرفتن، شاید این ملت امروز با این اندازه بیسواد نمانده بود. چون ما ده ها هزارها معلومات ها هست که ما نمیتونیم از خط کریلی پیدا بکنیم، ما نمیتونیم، برای ما میسر میشه باید خط فارسی بریم.
ابو ریحان بیرونی را ما باید بریم از خط فارسی معلومات بگیریم. ابن سینا را باید ما بریم کتاب خط فارسیش را پیدا بکنیم. نمیدونم سعدی شیرازی خطای شکستش را باید ما بخونیم. بیدیل دیگر و دیگر ده ها کسایی که امروز چقدر پند و نصیحت و حکمت برای ما کردن، اونها را ما باید بریم از خط فارسی بگیریم دوباره بر بگردونیم. آیا برای ما این شرایط مهیا کردن؟ یک کشوری که دعوا از فرهنگ و دعوا از روزی زبان میکنه حتی عوضش کردین، در برابرش برای مردم چی دادین؟ اینجا باید ما بحث بکنیم. اولا اهل قلم، اهل ضیا، اهل نمیدونم کسایی که هستین در وطن، شورای چی میگن و اکادمی علم ها و دیگر بخشا و پژوهشگاه زبان، دیگر بخشایی که هستین، شما باره در این مسیر فکر کردین که ما از کجا آمدیم، آمدنم بهر چی بود، به کجا میرم و آخر نه این وطنم روز تا روز شما این وطن داره تجاوز کرده ایستادین. در برابر همه ظلمات، همه شکنجه، همه مشکلات خاموشی رعایت کردن بزرگای این ملت. با گفته خودشون اهل قلم و اهل ضیا و شورای علما و دیگر و شورای اکادمی و دیگر رو یک گروه دیگه پایلوجش آمده است. وطن تنجای کو قدر تاریخ چی بدونی، قدر مقدسات چی بدونی. کسی که قدر مقدسات و تاریخش نمیدونه او انسان وطن دوست شده نمیتونه. هر نفری که امروز این روز قلبکی تقلب میبیره استاد میشه و میگه همین از روز درستی زبان، از اون انسان شما هیچگاه یک انسانی عاقل وطن دوست پیدا نکنید. خب زنگ دیگر. بله الو علیکم. علیکم السلام. روزن تینجا که سلام. تشکر. سلامتی خوب همه ناز. یا سلامت باشی. اهل خانواده چخیر؟ عجیب مرسی. کو حقیقت پیوست میکنی؟ پیوستی بفرما. آخه حقیقت من که دیگه در کار ندارم و مقصد خودت حوضی میگوی زبان 22 در خیلی حوضی 5 در جشنش میگیرن درست؟ خب امیره نمیشه و خودت بیا وزیر فرهنگ بشه. خب خودت یا آدم مقصد با فرهنگی زباندانی خواندگی حالا که همه وزیرها را به سعود گفته استی تا ملت ها گفته استی. واقعا امروز ملت ما آمده است در یک چارچوبه به سعودی قرار داره. اینا باید قبول بکنیم. از من سر کرده راهبری که معارفی که مکتبی که در اونجا آموزگار نمیرسه، راهبری که با زبان خوبی فارسی و تاجیکی حرف زدن نمیتونه، آیا اون ملت پیش رفته میتونه؟ ما باید قبول بکنیم. درست است تلخ است، درست است ما بگیم تأخیر است، اما باید قبول بکنیم که ما چرا امروز دیگر سینا و بیدل و خیام و لایق و عینی و ترسونزاده و لاهوتی نداریم؟ چرا ما فقط نمیدونم 4 تا مهاجری بیچاره داریم، 4 تا مهاجری فراری داریم، 4 تا مهاجری در بدر داریم، تاجیکستان برگردیم جناب عالی داریم، پیست رستم محترم رستم داریم، محترم آزاده داریم، محترم تخمینا داریم، محترم فلانی و فلانی. چرا دیگر ما کسی از این بالاتر ما فرزند این ملت نداریم؟ اگر که ما داشته باشیم، اگر این ملت در چارچوبه دانش و سواد خیلی ترقی کرده است، نه خود در سطح بک صبور یک جوانی به غیرت دیگر پیدا نشده است که رئیس علاقه بشه. در سطح وزیر معارف و نامو نوردین سعید جنتلمنی که چند سال پیش رفت رئیس تلویزیون و رادیو شد که او را ببینین، اخلاق و مدنیت و گفتارش ببینین. در سطح دیگر وزیرا و رئیسای ما، آیا ما اگر علم در ما هسته، اگر دانش در ما هسته، مادر این ملت یک انسانی با فرهنگ دیگر تولید نکرد؟ پس اینجا سوال به میان نیست که 30 ساجد رحمانوف راهبر است،
نخو مادر این ملت دیگه رحمان و دیگه تولد نکرده باشه. نخو ما اومده متاد یک نفر شیم 30 سال یک نفر پرستش بکنیم. حالا گپ زدن اول گوش کردن یاد بگی که از تجربه روزگار بهره بگیر. وقتی اومدی ای تجربه ما بهره بگیر. بو آموز که پگه در خودت سر که کن تعلیم و تربیه را خودت سر که التماس ما ترا گوش میکنیم. حالا گوش نکردی، حالا مرا گوش کن. حالا مرا گوش کن، بس سوال مرا جواب بده. ما ترا زنگ زدم. وقتی مرا زنگ زدی بعد ما ترا گوش میکنم. مرا زنگ زدی. ما ترا زنگ زدم، ما ترا سوال دارم. ما پاسخ گرفتن گوش کن. حالا خاموش میشی، دوباره زنگ میزنی، آواز تا پایین میکنی، بعد گام میزنی. خاموش کن.